آیا به واقعیت نغمه هنرمند مشهور افغان وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی نغمه که هرگز باور نخواهید کرد. نغمه در کدام کشور زندگی می کند؟ دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ گفتنی های تازه خانواده نغمه در این باره. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور افغان، چهره شناخته شده و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند بی‌بدیل و ستاره ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، عاشقانه هنر موسیقیش را در میان مردم افغانستان ادامه می‌دهد. کارهای موسیقی نغمه از 10 سال است که در میان مردم افغانستان رایج بوده است. نغمه هنرمند بی‌بدیل کشور اصالتاً پشتون است، ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. وی از سن 18 سالگی آهنگ می‌سراید و تاکنون بیشتر از هزاران پارچه آهنگ صوتی و تصویری دارد. کارهای هنری نغمه موج حمایت‌ها را به همراه داشت. وی با منگل ازدواج کرد و صاحب 5 فرزند شد، اما بعد از مدتی از شوهر اولش جدا شد و کارهای موسیقیش را در کشور امریکا ادامه میداد. این همه در حالی است که تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که این هنرمند محبوب و پرآوازه افغان وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت داشته است، ولی مدت 1 سال می شود نغمه کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است و به کارهای موسیقیش نمی پردازد. دلیل این که نغمه چرا به هنر موسیقیش علاقه دیگر نداشته است تاکنون معلوم نیست، ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان ارجمند کانال دنیا اینفو را به الله من امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.